راحت نیست به خاطر دستی که خودش میخوای برو اون ببین یه رویشی باید تعریف کنم. جلو زاویه دوربین من نگاه کن، من نگاه نمی‌کنم. منو نگاه کن، من زاویه دوربین رو بسته. ببین من بابا قبل از اینکه به دنیا بیای خب اینقدر با هم دعوا می‌کردیم، ولی ببین خیلی همدیگه رو دوست داشتیم در اوج دعوا. یعنی مثلا تو برنامه 90 با هم دیگه فیلماشو بعد میفرستن دعوا می‌کردیم ولی اینقدر هم دیگه رو دوست داریم. واقعا من لذت میبرم که همچین بابایی داری. خیلی به تبریک میگم. ان شاءالله که همیشه همینجور عزیز، خوشگل، دوست داشتنی، مهربون باشی. سایه‌اش بالا سرت باشه سالهای سال. آره ازت هم نمی‌کنیم دیگه، تو راحت نیستی. برو خجالت نکش عزیزم. خوشحال کردی باباتو. دوربین اون برازا بفرمایید. به آخه چه کیفی داشت. واقعا تصادفی بود چون من تا دیروز که نمیدونستم. تولدش به ما که از قبل مثلا ما از قبل از بازی‌ها با علی هماهنگ کردیم. آره اونو که میدونم. آره ولی نمی‌رسید رد خله با بعد کی بود پنج شنبه گفتن تولد علی آقا کنه، خدایا چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتم تنها راهش اینه که با خانمش هماهنگی انجام بده، یه کاری کنیم که سورپرایز بشه، خوشحال بشه.